همین موضوعی که ما حضور داریم میگویند که قبلا یک موضوع ویرانه و خراب و پر از سنگ و خار بود، ولی با تلاش، زحمت و کوشش‌های یک مردی نکونام همین موضوع به یک قطعه زیبا، خرم، سبز و پر از دال و درخت تبدیل است. دوستان عزیز، امروز آمدیم به همین باغ تا اطراف ایده پیدا شدن آن، تا اطراف چگونه بنیاد شدن آن برای شما قصه کنیم و در این برنامه ما رو یکی از شخصان معروف ناحیه رشت، میرزا شاه یعقوبی همراهی میکنند و درباره این باغ برای ما معلومات‌های جالب خواهند داد. رفتیم. درود بر شما. سلام علیکم. خوبید؟ کارتون نقص؟ جهان سپاس به شما هم. آمدیم که اطراف همین باغی که شما بنیاد کردید و در وادی رشت بسیار باغ مشهور است، حتی در تمام جمهوری آوازهای آن را شنیدم، کمی معلومات پیدا کنیم برای بیننده بگیم از ایده آن و شاید که یک انگیزه برای دیگرها نیز شود. خب از کجا پیدا شد ایده همین بنیاد کردن همین باغ؟ میگویند که اینجا قبلا مثلا یک جای خرابه بود، یک آبگذر بود و اونقدر سنگ و خاکی که در اینجا بود واقعا تصور کسی کردن نمیتوانست که همین گونه یک باغ در همینجا بنیاد می شود. راستی گپ موضوعی که ما ایستاده ایم درست است که وقتی سال 49 یک زمین لرزه بسیار مدهش شده بود در منطقه رشت که مرکز اون هوید بود، همون زمان دهه ما هم زیر خاک ماند. زیاده از 3,500 انسان در همون زمین لرزه سال 49 تلف یافته بودند و این زمین جای سیل بود. یک قسمتش باطلاق بود، جای فرو خمیده و پستی و بلندی زمینی که بعد سیل باشد معلوم است که چگونه زمین است. و من تصمیم گرفتم که یعنی زمینی بیکاره بود، تصمیم گرفتیم که چون متخصص بخش کشاورزی که هستم، وقتی که جوان بودیم باغ‌های قدیمی بابایی بود، ما رفته از اونجا سیب‌ها می‌خوردیم. وقتی که سالها گذشت اون نوع‌های بابایی که بسیار کیفیت و لذت و مثلا بوی طعم خودشون نداشتن، اونا از بین رفتن. پس تصمیم گرفتیم که آخر نشانه از باباهامون بودن، 100 سالها 1000 سالها مردم روی دسترخوانشون آرایش میدادن، متاسفانه از بین رفتن. پس به خلاصه اومدیم که همین زمین باطلاقدار بیکاره را کارکرد بکنیم و در اینجا یک باغ بنیاد کنیم که همون نوعهای محلی که از بین رفتن و از باباهامون میراث بودن هر جا که باشه اونا رو پیدا کنیم، بشنونیم تا که از نو برقرار کنیم. همین ایده، همین هدف ها، همین نقشه ها سال تا سال کوشش کردیم که عملی شوند. من سفر میکردم دیه هایی که در زمان لرزه اونها را کچانده بودن، مردم نبود ولی نشانه از اون دیه همون درختان بزرگ مانده بودن، یا که مثلا دره های منطقه رشت، از اونجا همون قلمچه های نوع های محلی را من میوردم و در این باغ پیوند کردیم. هدف چی که اون گنجینه بایگری ملت است. مثلا حالی وقتی که درباره نوع‌های محلی که ما جمع آوری کردیم در بعضی فروم ها و کنفرانس های بین المللی، وقتی سخنرانی میکنیم، معرفی میکنیم که اینقدر ما مثلا نوع‌های محلی داریم، اونها میگن که شما بهترین دولت بای هستید که این چیز را تا امروز نگاه داشته. در ایتالیا میگه همگی 18 نوع سیب‌های محلی باقی مانده است، فقط شما اینقدر 64 نوع سیب نگاه دارید. یعنی که میگه قدر زر را زرگر داند. اونها که مقام و مرتبه و جایگاه نوع‌های محلی را میدونن، اونها این چیزا قدر میکنن. شما ببینید، فکر نمیکنید که مثلا همین تجارت و بازار جهانی، عموما اون چیزایی که امروز در زمان معاصر پیدا شده است، آهسته آهسته موقع میوه ها، عموما نوع‌های محلی را تنگ کرده است. یعنی از مردم بیشتر میخوان که چیزهایی رو
بشینانند یا چیزهایی را پرورش کنند که صفت دارند، طعم ندارند. فقط بیشتر به صفت آنها بیان میکنند، به همون شکل ظاهری. مثلا نوهای میوه ها امروز مثلا میگونن میوه ها زیاد شدن و موقع این گونه درختان محلی رو، نهال های محلی رو، میوه های محلی رو تنگ میکنن. من قبول دارم این نظر شما را، و این واقعیت هم داره. شما با بازار دوشنبه شهر اگر نظر کنید، سیب‌های سراسری وارداتی از یا از پاکستان است یا از ایران است یا از خطای است، نمود دارن ولی کیفیت لذت ندارن و این نوها نوهای گیبریدی هستند. ما به خلاصه اومدیم که گنجینه مردمیمون نوهای بهترین بابایی که داشتیم اونا رو در این باغ بوتانیکی گرد بیاریم، نگاه بداریم و با واسطه بنیاد نهالخانه از نو پیوند کنیم، به تمام جمهوری پیوند تقسیم کنیم و این کار هم ما انجام دادیم. شکر خدا امروز در این باغ بوتانیکی ما 64 نوع سیب محلی است، 36 نوع مرغ است، نوهای زیادی مثلا آلو و زردآلو و چهارمغز و بادام، همه گونه نواد میوگی یک آثارخانه زنده طبیعی را میمونه. برای همین امروز توجه مردم وقتی که ما معرفی کردیم میوه ها مونه در نمایشگاه ها، مثلا علاقه مردم قدر و قیمت و منزلت نوهای محلی را مثلا شناخته شده است. برقرار کردن ما را جانبداری دارن، از اون جمله عالم ها هم، عالم های سطح ساحه باغداری هم بسیار توجه دارن و دورنامه آینده همه چیز طلب میکنند. و اینجا یک گرمخانه است. میدونید یک چیز جالب است که در این باغ من مشاهده کردم، هر جا ایده های گوناگون، مثلا در یک قسمت زنبوری عسل است، در یک قسمت گرمخانه است، در یک قسمت دیگر برای خشک کردن میوه ها. عموما یک باغ غیر عادی است و این گونه مثلا باغ بوتانیکی که پر از میوه است واقعا هم در تاجیکستان نظیر ندارد بودن این گونه باغ که در این شکل و در این ایده وجود ندارد. و وارد میشیم به این گرمخانه که مثلا فکر میکنم که به تازگی بنیاد شده است و در داخلش شما میدونید که یک مثلا یک طبیعت من نمیدونم یک عادت دارم که همین یک کار وقتی که یک سال آغاز کردم همون سال انجام یافت، برای سال دیگر برای من این یک کاری کهنه شده است. در اینجا یک مدل ما ساختیم که وقتی انسان وارد میشه و همه گونه بخش فعالیت در اینجا مشاهده میکنه. یک باغ تنها با میوه این معنی نداره، منطق نداره. وقتی که شما در باغ میدروید در اینجا همه گونه ساحه رنگارنگی است، یعنی که یک غذای معنوی که برای انسان او چه ضرورت داره. این گرمخانه نسبت دیگر گرمخانه که من سفر داشتم فرقیت داره. ما یک چند فعالیت های نوگانی در این گرمخانه عملی کردیم، از اون جمله درآمدگاه خود همین بنا، همین گرمخانه ما یک وایچه ساختیم، پیشدالان ساختیم که به خاطر نگاه داشتنی اون همان هیزم و کموری که ما در تابستان در زمستان استفاده میبریم، یعنی یک ضرورت به دیگر جا رفتن از دیگر جا کشاله آوردن نیست. همه چیز در نزد خودش، همه چیز در نزد خودش. این قسمت بله قسمتی درآمدگاه ما یک کریدورچه ساختیم. به خاطر چی هستین؟ یعنی که فصل زمستان وقتی که هوای بیرون سرد است شما میدارید در یکم میپوشید وارد در دوم میشه، با اون خاطر که هوای خنک یک باره واردی مثلا گرمخانه نشه. اینقدر پمیدورهای بلند، این کدام نوعی پمیدور است؟ این پمیدور نوعی اسرائیلی است، اصلا از دولت اسرائیل آورده شده است و نوعی زرینه. من نمیدونم که نوع زرینه این نام تاجیکی است، ولی چرا اسرائیل و زرینه من راستی گپی نشنویم. به هر صورت نوعی که ما شنوندیم ثمر خوب داد و این راستا ایستادنی بوته پمیدور ما در اینجا تناب کشیدیم و هر یک بخی نهال در قد تناب پیچاندیم. برگ‌های پایانش رو بریدید مثلا اینجا؟ بله، وقتی شما برگ تازه میکنید یا نودر تازه میکنید غذا در میوه میرود. یعنی دیگه وقتی که برگ و پایه بسیار نزدیک جفت باشند
سبب پیدایش کسلی‌های زنبورقی میشه. دیگر هوا سبب نمیرسد از این لحاظ. نه هوا نمی را بیشتر نگم. هر جا که سایه هست در اونجا نمی بیشتر میسته و در نمی سبب پیدایش کسل‌های زنبورقی میشه. از همین نقطه نظر ما این کار انجام دادیم که همین هم در اومدن در بین قطار مشکلی نباشه و هم بوته رستنی پومیدور مثلا به کسلی ها گرفتار نباشه. خیلی عجیبه. این تخمیش رو از همینجا میگیرید است یا که تخمیش رو هر سال میخرید؟ گرفته میشه تخمی رو از خودش؟ تخمی راست گپ این ما از دوشنبه شهر خریدیم ولی من به خلاصه اومدم که سال دیگر من این نوع کش نمیکنم به خاطر اون که یک چند چیزهای برای من در کار بود که من در این نوع ندیدم. برای من سال دیگر مثلا میوهش میده تر میشه دیگه. برای این علاقه میوه که میبینید این چیندیم علاقه این همون میوه میده موندگی است سرش ما چیندیم در فروش گذاشتیم ولی سال دیگر من در نقشه دارم که تخمی نوعهایی را کش کنم که من خودم سنجیده بودم سالهای پیشین برای این مشکلی نداره. علاوه بر این من سفر ترکیه داشتم به نزدیکی من تخمی 8 نوعی پومیدور ترکی را گرفته آوردگی هستم. اونا رو در سنجش میمونیم کنی کدامش اگر بهتر باشه آینده ما میتونیم که سنجش بتیم برای در شرایط تاجیکستان کدام نوعی کشت پومیدور مردم براه بمونه. هر کاری مثلا 3 4 یا 5 سال رو طلب میکنند برای تجربه تا که دقیقش رو بدونید که کدام نوع بیشتر مثلا حاصل میدهد بیشتر مطابقت میکند با شرایط و محیط اینجا. همین است. درست است. مثلا ما بله برای یک نوع سنجیدن اگر درختی میوه دهنده باشه 4 5 6 سال ضرورت داره ولی اگر زراعت یک ساله باشه علاقه شما در یک سال خلاصه برداری کرده میتونی لیکن یک چند نوع ها مشکل تره به کدام خاطر ما یک زمینه با قسمت ها جدا میکنیم یعنی که با زبان علمی دلیانکه و هر یک نوعی تخمی نوعی مثلا زراعت در علاهیدگی کش میکنیم با نوشتن نام امین رستنی امین زراعت و در دوره کارهای مثلا دوره ویگتاسیا نشونما ما نظارت میکنیم مثلا از کارهای اگروتکنیکی آبیاری غذا دادن نشونما حاصل بندی پس در آخر سال ما هر یک حاصل هر یک زراعت آیا با نسبت کسلی حشرات چگونه تاب‌آور بود طلباتش نسبت آب نسبت غذا مثلا چگونه نسبت باد هوا چخیل حاصل ناکیش چخیل بعد از بین امان یک چند سورت انتخاب کردن بسیار آسان میشه. به طور قطرگی آب میدید این رو نه؟ بله این اصول قطرگی یکی از بهترین اصول آبیاری است از کدام نقطه نظر یکم برابر تقسیم می شود؟ بله آب برابر تقسیم می شود. دوم اینکه در شرایطی که دیگرگون شوی اقلیم مشاهده می شود ذخیره های آب کمتر می شود با اندک ذخیره آب شما امکانیت دارید که مثلا آبیاری انجام بدید. نمی را همیشه نگاه داره در بله نگاه می داره. علاوه بر این شما در همون درآمدگاهی وقتی که همین قبرهای آبهای قطرگی نه وقتی میسازه در سربنگه اون ظرفی که در اون آب اول نگاه داشته میشه بعد در این مثلا قبرها تقسیم کرده میشه در اونجا شما مقدار نوری ها را انداخته میتونید مثلا نوری های منرالی دوره برای غذا دادن شما در اون آمیخته میکنید در اون بشکه و وقتی که سر میتید با بخی هر یک رستنی را هم نمی و هم غذا یک جایه دادن برابر تقسیم میشه. علاوه بر این یک کار نوگانی دیگر ما کردیم که در زیر هر یک قطار هر یک جوی در چقدر 40 سانتی متر ما گرمدهی زیر زمینی را انجام دادیم یعنی که ریشه با واسطه همون قبوری که زیر زمینی کردیم آب گرم چرخ میزند مثلا گرد و گرد و ریشه رستنی گرم شده بعد نشونما مثلا سر میشه کسی نمیبیند که در اینجا نه هیچ کس نمیدونه اون در زیر زمین است عجیب علاوه بر این ما اینجا لامپه های فیتو لامپه یعنی چی فیتو روشنایی صنعی که روشنایی که رستنی میگیرد از آفتاب میگیره در حالت های روزهایی که مثلا هوا
گرفته است، ابرناک است، یعنی که روشنایی کمتر است. ما استفاده میبریم از لامپه های از فیتو لامپه ها. این همون فونکسی هایی که عمل هایی که از نور آفتاب رستنی استفاده میبره جایگزین همون هستند. این به واسطه این دستگاهی که از آفتاب انرژی میگیرد همین چیز است. خب قسمت دیگر رو میرویم بیت مهربانی مرحمت. این ایده الکی که مثلا ثمر خود رو داد، الکی که راه اندازی شد و فکر میکنم که باز ایده های نو در ذهن شما چرخ میزنه. راست دیگه وقتی که ما این گرمخانه رو ساختیم از دیگر موضوع ها از تشکیلات بین المللی از دیگر ناحیه ها مردم آمدن دیدن رسم گرفتن و این ایده را الکی کوچاندن یک چند ناحیه ها در نقشه دارن که با چنین شکل یک گرمخانه ساخته باشن. ما قسمتی که حاضر ما میریم این از طرف چپ بنیاد نیهالخانه است. مثلا نیهال‌های بله اینجا نیهالخانه است. نیهال‌هایی که ما از تخم شینوندیم. مثلا قسمت اول زردآلو هست، اینجا آلو هست، اینجا ناک هست، پایین‌تر سیب هست و هر یک قطار همون نوع‌های محلی که ما پیشتر صحبت داشتیم در هر یک قطار ما نیهالخانه نوع‌های علاهیده پیوند کردیم. مثلا کدام اگر ضرورت به نیهال داشته باشه میتونه به شما مراجعت کنه. بله میتونه مراجعت کنه و در اینجا یگان خودش میبینه مثلا کدام نامش چی. حتی بعضیش الکی حاصل داده. بله بعضیش الکی حاصل دادگی است. وقتی که ما خریدار میبینیم مثلا ما میوهش نشانش میدیم و چشیده میبینه بعد خودش انتخاب میکنه که کدام میوه را کدام پیوند هم هست اینجا. بله اینجا نوع‌های پیوندی هم هست. نوع‌های پیوندی الکی قسم زیادش امسال به سودا رفت و امسال حالی عینی پیوند کردن است. بر مخچه پیوند. بله همین ماهی در شرایط وادی رشت نیمه دوم ماه ایون ماه ایول پره ماه آگوست پره امکانیتی پیوند کردن است. خب در یک سال چند تا پیوند میکنید؟ پیوند ها گوناگون است. مثلا بهار پیوند دیگر است، اسکنه پیوند هست، کنده پیوند هست، جغ پیوند است، چلیک پیوند است. تابستان برگ پیوند است، مخچه پیوند هست. مثلا در چی پیوند میکنید؟ سیب‌های خودروی در چیز؟ بله تک پیوند بسیار خوب میشه که از سیب‌های محلی یا یابایی تک پیوند باشه برای که در شرایط در همه گونه شرایط تاباور هستند، استوار هستند. وقتی که شما تک پیوند از نوع‌های محلی استفاده میبره اون بسیار ریشه انکشاف یافته داره، بسیار عمر دراز داره. مثلا نسبت کسلی حشرات تاباور هستند. در همین قسمت دره جعفر که ما یک پارک بنیاد کرده هستیم بالاتر یک درخت امروز است که 340 سال عمر داره. شما ببینید که مثلا نوع‌های محلی خیلی ارزشمندند. حالا که درخت‌های بی‌ثمر چنین عمر می‌بینن، کم است که درخت با ثمر چنین عمر زیاد داده باشه. این نشانه از مثلا اما یعنی که صفات‌های بهترین داشتن نوع‌های محلی است. تک پیوندها رو چگونه زیاد میکنید؟ با چی رو اونها زیاد میشوند؟ اصلا تک پیوند با راه بنیاد نیهالخانه است. از تیرماه تخمی همون تخم از میوه درختان یابایی بله پخته رسیده گرفته جدا کرده میشه، خشک میکنید. بعد اونو از تیرماه زمین آماده میکنید. در زمین جوی گرفته در سر جوی، نه در بین جوی بلکه در سر جوی تخم میشنونید. اگر شما در بین جوی شنونده باشه همون باران‌های بهاری و برف‌های زمستانی آب شده نمی بیشتر نگاه داشته میشه در قد جوی و سبب تاسیدن و پوسیدن و نیست شدن تخم میشه. برای همین در سر جوی شنوندن در کار نه. بعد سال اول شما خوب کارهای اگرتکنیکی نگاه بینی نیهالخانه رو خوب براه میمونید. سال دوم امکانیتی در اون پیوند کردن هست. سال یکم مثلا همین قدر 20 سانتی متر وابسته به موضع نگاه بینی خودی همون دهقان است. اگر شما نگاه بینی خوب کرده باشه، فاصله بین نیهال‌ها دورتر باشه،
کارهای اگرتنیکی خوبتر شود، همون سال اول هم امکانیت پیوند کردن هست. برای همین این وابسته به همون ذهن و قابلیت و فهمیش و درکی خودی همون دهقان وابستگی داره. اینجا برای خشک کردن میوه ها است نه؟ بله، این بینای میوه خشکنی هست، یعنی با زبان روسی سوشیلکا. ما بارها در اینجا میوه خشک کردیم، حاصلش گرفتیم. این لحظه مثلا ما میبینیم که این خشک کرده میوه مروت است. این از سیب است. بله، این از سیب‌های این سیب‌های اول تابستان است. به قول پیشپزک میگه. بله، میدونید چی پیشتر سالهای پیشین اکثریت حاصل نوهای پیشپز ما تلف می‌یافت. بله. همین باغ می در اومدی انقدر بوی ارامتی سیب‌های پیشپزی بودن که زمین اما در زمین ریختگی بود. ما به خلاصه اومدیم که آخه این نان است، این اقتصادیات است، اینقدر تلف، اینقدر اوبال است که اینقدر زحمت میکشی، مهنت میکنی و اون سیب تلف میاد در زمین. به خلاصه اومدیم که یک جای ساخته باشیم که در اون میوه‌مون با صفت خوب خشک کرده باشیم. پیشتر باباهامون مثلا میوه رو خشک میکردن در سبدها در بیرون، اگر باران میشید همین میپوسیدن یا که گرفته درون بینو میدر آوردن، با هوا میکرد با میبر آوردن، بعد پر از گرد و چنگ. این کاری که ما انجام دادیم یگان گرمی صنعی نیست، یعنی بارای طبیعی با نور آفتاب گرم میشه. دوم اینکه صفت بسیار خوب، اینجا گرد و چنگ نیست، چیرکینی نیست، تازگی هست. بله، این قسمت سیبی که تابستانه که ما خشک کردیم، این زردالو هست. مثلا در اینجا یک نوع زردالو، من اینش یک نوع زردالو، اینش نوع دیگر است. همش رو الهیده لوده، چون اینجا مثلا خلب‌های الهیده هست، در هر خلب میتوانید که یک نوع مثلا میوه رو خشک کنید. بله، بعد میدونید چی؟ مثلا اینجا 5 قطار هست. خب زینه به زینه. قطار اول، قطار از همه بالا، در مهلت 3 روز الکی خشک میشه. ما میگیریم این قطار را میگیریم، در این ته میمونیم و این میوه‌ای که مثلا در این قطار گرفته، قطار رو دیم باشد، اینا گرفته جوش ایوار میکنیم. در فصل تیرماه اینجا علاقه زیاد میشود نه؟ مثلا زیادتر پر میشود، چون نوهای زیادی میوه در اون فصل پخته میرسند. و مثلا ما دوره بود که توت خشک کردیم، علاقه گرفتیم، آلو را خشک کرده گرفتیم. دوره میوه تابستانه سیب علاقه پروسس رفته ایستاده است، یعنی که از بهار، از ماه ایون تا تیر ماه اینجا بند هست. مثلا امکانیت خشک کردن. حتی چهارمغز رو اینجا هم خشک میکنید؟ بله، چهارمغز هم خشک میکنیم، قروت خشک میکنیم. مثلا عجایب. قروت هم عجایب خشک میشه، در مدت 2 روز قروت شما علاقه تیار میشه، خشک میشه. یعنی که این هم علاقه از بسیار جا آمده دیدن، توصیه هاشون دادیم، مصلحت هاشون دادیم، رسم گرفتن که با چنین شکل اونا هم ساخته باشن. میگد که همین فرهنگ و مدنیت و علم و تجربه را مردم از یک جا به یک جا کوچ میتین، از یکدیگر میآموزن. مثلا من افتخار میکنم که هر عملی ما در این باغ بوتانیکی انجام دادیم سبب آموختن دیگران است. به نزدیکی از دولت‌های آسیای میانه یک 20 نفر جوانا در بخش کشاورزی در نظر دارن، در نقشه دارن که تجربه آموزی همین موضوع ما آماده باشن. برای همین پیشرفتی، اصلا پیشرفتی همه گونه ساحه زندگی انسانیت وابسته به دیدن و آموختن است، تجربه کردن است. بله. و در قسمت بالا شما مثلا زنبوری عسل دارید و مثلا عسل پروری و در ساحه باغ پروری کار کردن، اینجا بسیار به هم زیاد شد طبعا، چون برای باردار کردن، برای گردآلود کردن درختان بسیار زنبورهای عسل سهم می‌گذارند. پرورش زنبور هم اقتصادیات است، هم باردار کردن گلی
مثلا درختان باغیات هست، هم وقتی که ما رشد سایه سیاهی را برام ماندیم پیشنهاد کردم به مهمان ها همون اصل استحصال خودمون است. طبیعی بسیار تازه شفابخش. هر درختی که هر نهالی که در اینجا سبزیدن یک تاریخی خاص دارن، یک خصلتنامه خاص دارن که واقعا دانستن آن برای هر یک فرد این ملت شرط و ضرورت. تشکر. برای شما هم خسته نباشید. تشکر زیاد میگم برای تشریفتان به باغ ما. دوستان عزیز، ما این برنامه را از ناحیه رشت از باغ معروف میرزاشاه یعقوبی پیشنهاد شما کردیم و شما در این برنامه شاهد شدید که چگونه یک باغ خرم و سبز و زیبا در اینجا بنیاد شده است. تا دیدار دیگر، سربلند و فیروز باشید. خیر.